خب وارد سایت بنفیس میشین و نظر به امتحانی که دارید محل بارگذاری. حالا اینجا ما بخش تست داریم که به شکل تست است، اما شما امتحان خودتانه میتونید پیدا کنید. اما امتحان که مربوط به شما هست، وقتی وارد میشید یک فایل را انتخاب میکنید. حالا من فرض کنید این فایل را انتخاب کردم از داخل موبایل یا از کامپیوتری که سیو کردید. خب منظور شما از فایل پاسخنامه ای هست که من امتحان امروز خود انجام دادم، پاسخنامه رو تکمیل کرده. دقیقاً. اینا دانش آموز مثلا یک پاسخنامه را آپلود میکنه. حالا به شکل تصادفی ما همی فقط یک پاسخنامه ساده را با یک چند تا خانه‌ای که پر شده استفاده میکنیم و بعد اتمام و بارگذاری انجام میشه. و بعد از اتمام بارگذاری تقریبا 5 یا 6 ثانیه در بر میگیره و اگر شما دقت بکنید در بالا در حال گردش است. بله. و شما اینی تصویر میبینید که ایمیج پروسسینگ شما موفقانه انجام شد و نتایج پاسخنامه را هم شما در اینجا میبینید. خب این اولد نیم یا فایل سابقی که شما آپلود کردید را این حتما یک جای سیو کنید پیشتان باشه، برای یک روزی به درتان میخوره. تاریخش هم همچنان، مثلا 4/10 امروز 4 اکتبر است و شماره فایل پاسخنامه شما به این شکل پیش ما سیو است و اینی کد شما در اینجا باید دیده شود، یعنی خود کد خودتان باید اینجا ببینید. بعد دوباره میرید وارد سایت بنفیس میشید و این بار وارد سایت امتحان و پایین میید، همون سایتی که همون بخشی که امتحان ها هست پایین میید و در بخش جستجوی کد دانش آموز در همون بخش اعلان نتایج سرچ میکنید. حالا من چون کد را از اونجا کپی گرفتیم اینجا فقط پیستش میکنم و مو شکلی که اونجا ظاهر شده و شماره دانش آموزی نیاز نیست که شما دوباره ایره تایپ کنید، از همونجا کپی پیست گرفته میتونید و در اینجا شما میتونید نتایج خود ببینید. شما صنف 11 هستید، تعداد سوالات شما 120 سوال بوده، تعداد سوالات پاسخ صحیح از همین 8 خانه‌ای که ما پر کردیم 2 تا صحیح تصادفاً برآمده و 6 تا هم سوال نادرست، 112 سوال هم به پاسخ بوده. مجموع نمرات 1% است. حالا 0.01 که البته ما این را باز بعداً به درصد تبدیل میکنیم، یا شما اگر به این شکل مواجه شدید متوجه باشید که منظور شما 1% از این نمره گرفتید. حالا ما اگر بیایم یک امتحان دیگر را فرض کنید آپلود کنم اینجا، برگردیم به مو حالت قبل. در اینجا امتحان دیگه را من آپلود میکنم. به عنوان مثال اجازه بدین که من یک امتحان را پیدا کنم. بله، مثلا اینی امتحان. خب این یک مقدار تعداد بیشتری پاسخ پر کرده. البته از امتحانات گذشته است، ما به عنوان تست استفاده میکنیم. بازم میبینید که حدود 5 یا 6 ثانیه در بر میگیره و در اینجا شما در حال گردش میبینید و بعد نتیجه ای که حتما باید طرف چپی که اینجا پروسس شده را به می رنگ خود ازی ببینید. اگر دیدید که این رنگ تغییر داده، باز اگر رنگ مثلا سرخ یا نارنجی شد، در اون صورت دوباره باید یک تصویر جدید بگیرید یا اسکن جدید بگیرید آپلود کنید. در غیر صورت اگر خود تصویر اصلی و تصویر پردازش شده یکسان باشه از نگاه رنگ، یعنی درست است. همچنان اینجا دوباره میبینید که کد دانش آموزی اینجا هست، شماره در واقع اما فایلی که پیش ما ثبت است از پاسخنامه شما این هست که این همیشه پیش ما میمونه. در صورتی که دانش آموز بعداً اعتراضی داشته باشه، به اعتراض از او از همین طریق ما رسیدگی میکنیم. برمیگردیم دوباره به اعلان نتایج و اینجا به جای کد قبلی من یک کد جدید وارد میکنم و
دقیقا دمو جایی که قبلا سرچ میکردیم یک سرچ دیگه، این بار میبینید نتیجه تفاوت کرد. دانش آموز صنف 10 هست، 120 سوال بوده، 34 سوال درست، 86 سوال غلط، نمرش هم 18% شده. پس بسیار به سادگی شما میتونید نتایجتان را همون اول ببینید، ولی کارنامه شما بعد از این که سایت بسته شد، باز کارنامه شما بعداً به دست شما قرار میگیره. فعلا شما بعد از امتحان فوراً میتونید نتایج خودتان اینجا مشاهده کنید. چقدر عالی. پس اگر من در اینجا نتیجه مطابق با اما چیزی که من انتظار داشتم نبود، در اون صورت باید برم دوباره آیا پاسخنامه خدا اسکن کنم، آپلود کنم یا فرم شکایات پر کنم؟ در صورتی که موافق نبود با اما انتظار شما باید صبر کنید تا نتایج کلی برآید و کارنامه اصلی که همون فایل اکسل هست در اختیار شما قرار بگیره. در اون صورت شما بعداً او را تطبیق میدین با کلید، چون کلید را هم شما ببینید در خود وبسایت ما بعد از اینکه هر بار که نتایج اعلان میکنیم کلیدها را هم در اختیار دانش آموز قرار میدیم. ببینید در اینجا کلیدها هست. حالا شما بعد از اینکه سایت بسته شد کلید را شما اینجا میبینید، کلید را دانلود میکنید و با پاسخنامه خودتان یکی یکی را سر میدین. در صورتی که یک جایی میبینید که اعتراض دارید، اونمو اعتراض دانه وارد فرم ثبت شکایات میکنید.